اطفال نازنین و دوست داشتنی سلام. امیدوار هستم همه‌تان جور و صحتمند آمده باشین درس نو خود را گوش بگیرین. باز هم درس جدید خود را با کلمه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. شما هم بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. درس امروز ما و شما راجع به چی است؟ ببینین در تصویر چی را میبینین، چی چیزا را میبینین. ببینین چی چیزای مقبول است. مولی سرخک است، زردک است، بادرنگ است، مرچ دلمه است، کدو است، بادنجان سیاه است، سمارق است، بادنجان رومی است. این همه را چی میگن؟ این همه را شما چی میگین؟ سبزیجات و همچنان ترکاری هم میگن و به انگلیسی برش ویجیتیبل میگن. ویجیتیبل، سبزیجات یا ترکاری. چند دانش براتون معرفی میکنم جدا جدا. این بادنجان رومی است. بادنجان رومی بسیار یک ترکاری مزه‌دار است. در سالاد، در پیتزا، در همه خوراکه هایی که مادر جانتان پخته میکنه در او انداخته میشه. بادنجان رومی را به انگلیسی تومیتو میگن. تومیتو. و در این تصویر دیگه که میبینین این هم یک ترکاری بسیار خوشمزه و ترکاری که بسیار خوش هم طفلا میایه بادرنگ است. بادرنگ میبینین چه خوب رنگ سبز داره و این هم در سالاد استفاده میشه. هم خام خورده میشه و هم بعضی کسا ازش ترشی مندازن و پخته هم میکنن. بادرنگ به انگلیسی کوکومبر میگن. کوکومبر. بادرنگ، کوکومبر. کوکومبر. و این چی است؟ همه تان مشناسید. این هم همه اطفال خوش دارن. این زردک است. خوردن از این هم خام و هم پخته بسیار فایده داره. زردک به انگلیسی کاروت میگن. کاروت. کاروت. و هم خام خورده میشه هم پخته و به چشم ها بسیار فایده داره. زردک در افغانستان به چند رنگ پیدا میشه. در وطن ما زردک به چند نوع و چند رنگ پیدا میشه. کاروت به انگلیسی کاروت. و این چی است؟ این مولی سرخک است. چقدر مقبولک است مولی سرخک. مولی سرخک مزه‌دار. این هم از جمله ترکاری هایی است که تنها خام خورده میشه. مولی سرخک بسیار به اشکال مقبول در افغانستان به شکل‌های مقبول و تازه پیدا میشه و ما و شما همه ما مولی سرخک خوش داریم و با غذاهای خود از این استفاده میکنیم. مولی سرخک رد رادش میگن. رد رادش به انگلیسی رد رادش. درس امروز شما مقدر بود. باقی ترکاری ها و سبزیجات براتان روز دیگه معرفی میکنم. خداحافظ، وقتتان خوش.